دست پای شده یکی انداختن، تنه شده دیگه انداختن، سرکش بریدن بردن. باز ما رفتیم در خانهش، زیر پایش مادرش کل ما افتادیم زیر پایای مادرش که چی کردین بتین حال بچه ما را میفهمیم کشتین. خب بتینش گم ما نکشتیم، دختر مام گم است، دختر مام کشتیم. ما از دولت میخواهیم که ما دولت که بر ما تو جزای سخت‌ترین که مرگ است باید بتبرد سرش پیدا کنند. ما دیگه حوصله نداریم. ماجرای عاشقانه‌ای که به یک قتل بیرحمانه انجامید. رفیع احمد نوری 4 سال پیش در همین کوچه در شهرک فردوسی در بگرامی کابل دل به مروه دختر همسایه ایشان باخت. مادر رفیع میگوید در این سالها بار بار به خواستگاری مروه رفت، اما پدر مروه حاضر نشد دخترش را به رفیع بدهد. خانواده رفیع میگوید رفیع پس از چاشت روز اول عید پیام‌های پی در پی از مروه دریافت کرد که برایش نوشته بود به دیدنش برود و رفیع شام به سوی خانه مروه که در چند متری خانه ایشان است رفت و ناپدید شد. برازی کم از کم 10-20 بار مسیج میاد. برادرزادم برازی میگه که یا کدام دام است یا دسیسه است. نرو. این خانه مروه همین دختری است که اکنون از سرنوشت دختر هم هیچ اطلاعی در دست نیست. به گفته خانواده رفیع که چیز را شاهدای عینی دیدن، در شب حادثه افراد مسلح از داخل از این دروازه بیرون میشن و رفیع را در پیش دروازه خانه مروه لط و کوب میکنن و از همینجا با خودشان میبرن. مادر رفیع میگوید که روزها پسرش را جستجو کرد، اما پس از 5 روز نیروهای امنیتی جسد بی سر او را که در 2 خریطه بسته شده بود در منطقه حوزه 19 پیدا کردند. سرش پیدا کنند. ما دیگه حوصله نداریم. رفیع احمد نوری به تازگی از دانشگاه حقوق فارغ شده بود و قرار بود در وزارت دفاع ملی به کار آغاز کند و مروه در مدرسه محل درس می‌خواند.